در شهر چیانمای کشور تایلند 48مین مسابقه بین المللی فوتبال تحت عنوان کینگز کاپ جریان دارد. در آن 4 منتخب از جمله منتخب‌های تایلند، تاجیکستان، ترینیداد و توباگو و مالایزیا با هم نیرو می‌سنجند. در اولین رقابت دور نیم نهایی این مسابقه ترینیداد و توباگو با منتخب تاجیکستان قوه آزمایی نمود. رقابت در میدان 700 سالگی چیانگ مای برگزار شده. در دقیقه 27م جودا گارسیا از منتخب ترینیداد و توباگو حساب را باز کرد. نیمه اول با همین برتری یک گل رقیبان منتخب تاجیکستان به انجام رسید. در نیمه دوم فوتبالبازان تاجیک به حریف فشار آورده توانستند در دقیقه 47م یک بازیگزاری زیبایی را انجام دهند و محمد جان رحیموف مؤلف گل گردیده حساب را برابر نمود. همینطور نیمه دوم ابتکار بازی در دست فوتبالبازان تاجیک بوده. حمله آنها ثمر آورد و احسان پنجشنبه در دقیقه 74م توانست یک بار دیگر با یک ضربه هدفرسی خود توپ را وارد دروازه منتخب ترینیداد و توباگو نماید و منتخب تاجیکستان را به پیش برآورد. در ادامه بازی هم فوتبالبازان تاجیک توانستند چندین بار حالتهای خوبی گلزنی تشکیل کنند، اما نتوانستند آنها را به گل تبدیل دهند. این هم در حالی است که با سبب‌های گوناگون بازیگران کلیدی منتخب تاجیکستان از جمله منوچهر جلیلوف، علیشر جلیلوف و پرویز جان عمربایف نتوانستند به تایلند سفر کنند. از سوی دیگر منتخب ترینیداد و توباگو که اشتراکچی جام جهان در سال 2006 می باشد، در هیئت خود بازیگرانی را داشت که در باشگاه‌های اروپایی و آمریکایی شامل هستند. قابل ذکر است از 19 بازیگر این منتخب 17 نفرشان لگیونرهای باشگاه‌های خارجی بودند. در هر صورت فوتبالبازان تاجیک در نیمه دوم دیدار بازی مجلای از خود نشان دادند و با پیروزی شایسته دست یافتند. ضمناً این اولین بار است منتخب تاجیکستان به کینگز کاپ تایلند دعوت شده است و در اولین دیدارش سربلندانه موفق گردید. همینطور منتخب تاجیکستان به فینال مسابقه بین المللی کینگز کاپ برآمده روز 25 سپتامبر با غالب دیدار منتخب‌های مالایزیا و تایلند نیرو خواهد سنجید. یادآور میشویم کینگز کاپ از سال 1967 از سوی اساسیاسیون فوتبالی تایلند برگزار می شود. بازی خیلی دشوار بود از دقیقه اول که چون دیدم، اما گلی که من زدم این نه تنها گل من از گل همه دسته می باشد و ما این غلبه رو به تمام مخلصان تاجیکستان میبخشیم. کدام که تیمی که به ما نغلطد ما بازی خوبی خود را در فینال نشان خواهیم داد.